فکر میکنم اغلب ورزشکارا خانم دکتر این مشکل رو داره، چون که توی ورزش حرفه‌ای فشارهایی که روی گردن، ستون فقرات میاد به خاطر اون اشتراکات عصبی که رو ستون مهره ها هست با مهره های گردن و بعد انشابات عصبی رو ناحیه فک، فشارهایی که ما هنگام ورزش‌های سنگین انجام میدیم میتونه علائم روی فک و صورت ما ایجاد بکنه. 5 ماه پیش مراجعه کردم به خانم دکتر بابت درد فک که داشتم. خیلی درد شدیدی بودش، ناحیه چپ فکم بودش که به گوشم میزد، به سرم میزد، حتی به گیجگاه سرم میزد. جای امروز آخرین جلسه‌ام باشه خانم دکتر. خیلی هم راضیم، آرامش رو به زندگیم قشنگ برگردوندم. الان خدا رو شکر با زحمت‌های خانم دکتر فرهادی دردام همه تسکین پیدا کرده، آرامش دارم خدا رو شکر. کارهای روزمره‌ام به خوبی انجام میشه توسط ایشون، کمک‌های ایشون بود، محبت‌های ایشون، اخلاق خوب ایشون هم خوب، از نظر روانشناسی هم خیلی کمکم کردن.